سلام دوستای عزیز، ما تازه در کشور آلمان آمده. یک هفته اینا میشه در داخل کمپ هستیم در شهر کیمنیتز. بعد چی هست؟ این نانه که میبینید، نان رفته از شهر گرفته، غذای کم یک خورده کم هست، کمه. بعد مونیم دیگه میبینیم داخل کمپ که چجوری غذا میدیه. اینا که میبینه غذای شوشی که هست خیلی زیاد غذای خوب نیست، مثل صبحانه این چیزا میدیه. باز میبینیم در ادامه ویدیو دیگه که چی غذایی میدیه چی نمیدیه دیگه. خب دوستا، همینجوری میبینید ما تازه در چیز هستیم. همینجوری میبینیم پشت سر ما کمپ هست دیگه، نزدیک کمپ هستیم دیگه. میبینیم که دیگه داخلی کمپ چجوری غذا میدیه. غذایش چی رقم است؟ غذای شوش. البته غذای صبح زور شدم در شما نشان میدیم که چجوری هست. الان دیگه دمای شام است، ساعت 5:30 است، ساعت 6 هم غذا دیگه شروع میشه. باز موریم داخلی کمپ، همونطوری میبینید پشت سر ما کمپ هست دیگه، کمپ کیمنیتز. خب دوستان، همینجوری میبینید که ما در کمپ آمدیم. گفتم که ویدیو در ادامه ویدیو میبینید دیگه. یعنی یک دانه شیر میدیه، یک دانه انرژی نمیدونم آلو بولوی چیه، یک چکه، یک دانه چکه میده 20 گرم است، یک دانه روغن میده، انرژی قد یک دانه تخم مرغ، یک نصف شلغم است. این میوه این شب، اما اینیش خیلی خوب است، این خیلی شیرینه خوبه. بعدم روی 4 تا نون دیگه.